ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад, ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ба ҷуз уйгор дига каси кора када наметона. уйгор ихтитофиш када. وای بیشرف پست. مولا علی با خاله خیریه چی بگویم؟ امی که شنیدم پیش شما آمدم، برش چیز نگفتم که به تشویش نشه. برش بگو دخترت هیچ چیز نمیشه. او را نجات میتون. پیلوت تو هم خانه برو. ببین استاد، او ایگار بی غیرت یک گلس هگم رای خود میگردانه تو قتل عام میکنه. از همین خاطر نباید تنها بری. پیلوت گفتم خانه برو، این مسئله مربوط نمیشه. این مسئله دویگاه مربوط نمیشد، اما وقتی او را از دست نجمی بی شرف نجات میدادم تو به من کمک کردی. یادت هست بلیاز خدای تو نگو بان که برو ممرایت. در روز سالگیری بچه می اتفاقات ببین. آی جانم، خلاص شدنی نیست. این جنجالای ما هیچ وقت خلاص نمیشه. هیچ خلاص نمیشه. طبعا که خلاص نمیشه. خدا کنه که سیف داره چیزی نشده باشه. خیر ببینی بدت سعیز بچه چی میگه؟ نه او ایگار نه هم سگایش هیچ کس در قصر نیست. ودت هم روی بچه ها رفته اونجا رو دیده. او ایگار حتی در نزدیک قصر هم دیده نشده. او بیشرف سیف داره حتما در کدام جای پد کده. اما کجا؟ بگو استاد، حالا ما باید چی کنیم؟ تو را حالا به منطقیم پیش خانیم میبرم. تو متوجه کسایی باش که در خانیم هستن. پس تو چی؟ ها؟ تو چی میکنی؟ او لاشخوره چه قسم پیدا خواد کردی استاد؟ آقا کرد. پیش آقا کرد میرم. از اینکه اعتماد علی را کاملا به دست آورده مطمئن هستین آقا؟ بله، اما روزه که نفرای گاره کشتم در چشمای علی اعتماد دیدم. ارس کشتنه علی از طرف اویگار این دفعه با فایده ما شد جان. اما او اویگار است. بعد از این در جای خود آرام نمیشینه. بعد از اینکه اختارش دادیم باید آرام باشه. به چیزی معلوم نیست جان. از این کلی و پیلوت با هم بیادرهای سکه هستن. امکان داره در روزای سخت از این استفاده کنه. بله، از اینکه گپ فهمید بسیار بد شد، مثل بم دستی شد. هر لحظه امکان داره خرابی کنه. نه او قدرم نه دیگه. گفتم نه، در روزای سخت امکان داره ازش استفاده کنه. فقط در روزای سختش. از اینکه فهمید علی و پیلوت با هم بیادر هستن، این معلومات قدر به دردش نمیخوره. او هیچ وقت نمیخواه علی قوی شوه. کاکای اویگار، به نظرتون کل چیزا قصه کده؟
تو میخوای چی بگویی جان؟ ما ترسیدم که از زینب برش چیزی نگفته باش آقا. یعنی قسم بسیار خطرناک میشه. کاکای اویگاری را از کجا بفهمم جان؟ ای که زینب در این دنیا خواهر اصلی علی و پیلوت است. در بین همگی فقط من میفهمم و دیگه تو میفهمی. اویگاری ها کدام کس دیگه هیچ وقت این موضوع را نفهمن. فهمیدی هیچ وقت تا که من نخواهیم. بفرمایین ملکه من. امرای خود میگم که رانندگی خونی چطور است که پدرم یک وظیفه دیگه برات بده؟ چرا؟ اینه که از کارم خوشتان نامد چطور خانم؟ نه از او خاطر نیست. چی بفهمم؟ مثل باغبانی یا یگان چیز دیگه. این قسم وقتی خانه می آمدی مجبور نمی شدم که از تو جدا شوم. ها یک قسم بگونی؟ ما گفتم یک دفعه ازم خسته نشده باشی. ای عشقم تو نگو، من هیچ وقت از تو خسته شده نمیتونم. آقای راننده تو چی میکنی؟ های زینب این کلمه رو دیگه با من استفاده نکنی. های چی کنیم حالا باورم نمیشه. دیدن تو به قدر راحتی و قدر زیباست که هیچ پرسان نکو. چی شد که پدرم ازتش منصرف شد؟ حالا باورم نمیشه. چیزی نیست که باور نکنی عشقم. بالاخره پدرت از دیگه مثل دیگه پدر خوشی دخترش هم میخواه قلبم. شب خوش. شب خوش جانم. اگه بفهمم که را فرزندی گرفتیم هیچ وقت مرا نمی بخشه. ما با خود فکر کردیم جان، اما او را نباید چیز شوه. زینب نباید بفهمه. بیازو بسیار مریض است. اگه خبر شوه دختر اسلیم نیست ای را ما تحمل کرده نمیتونم. پدر از اینکه زینب فرزندی است هیچ وقت نباید خبر شوه جان. مرا درک میکنی نه؟ اگه با مرام نباید بفهمه. زینب مثل همیشه باید فکر کنه که دختر اسلیم است و به زندگی خود ادامه بده. اگه خبر شوه دختر اسلیم نیست این را ما تحمل کرده نمیتونم. اگه با مرام نباید بفهمه. زینب مثل همیشه باید فکر کنه که دختر اسلیم است و به زندگی خود ادامه بده. اگه خبر شوه دختر اسلیم نیست این را ما تحمل کرده نمیتونم. زینب همیشه باید فکر کنه دختر اسلیم است و با زندگی خود ادامه بده. زینب نباید بفهمه. بیازو بسیار مریض است. اگه خبر شوه دختر اسلیم نیست این را ما تحمل کرده نمیتونم. زینب همیشه باید فکر کنه دختر اسلیم است و با زندگی خود ادامه بده. اگه با مرام اجازه نمیتم از این موضوع کسی خبر شوه او هیچ وقت نفهمه که دختر اسلیم نیست. زینب اگه خبر شوه که دختر اسلیم نیست این را تحمل کرده نمیتونم. نه امکان نداره. از اینکه فرزندی است هیچ وقت نباید خبر شوه جان. اگه به مرمام نباید بفهمه. زینب مثل همیشه باید فکر کنه که دختر اسلیم است و به زندگی خود ادامه بده. نه دروغ است. زینب مثل همیشه باید فکر کنه دختر اسلیم است و به زندگی خود ادامه بده.
برات یک وصیت دارم جان. اگه به مرمام نباید بگویی. زینب من همیشه باید پدر خود فکر کنه. خدا نکنه آقا خداوند عمر دراز بتیتان و دیگه ای که کی میفهمه که اول کی میموره. خداوند عمر مرام به شما بده. گپ ما فهمیدی یا نه؟ فهمیدم آقا، البته که فهمیدم. از اینکه خوار و بیادر هستن از این موضوع هیچ کس نباید خبر شوه. علی بعد از اینکه من مردم از رابطه ما ورنیکو نباید بفهمه جان. نمیخوایم از متنفر شوه. بله علی آمده. علی گفتی؟ بیایا روانش کنین. خیرت باش علی، دی وقت شو. سیفدا را اختطاف کردن آقا کرد. اینجا کجاست؟ شما کی هستی؟ کمک! چی میخواین از من؟ تو را پیش ما آوردن خانم عزیزه. تو؟ با خانه خود ما خوش آمدی. مطمئن هستی که کارو است؟ با جز اویگار دیگه کی کار کردم ایتون آقا کرد؟ ببین او آدم پسته، با دستای خودم به تو تسلیم کردم. او بیشرفه، با جای ازی که تا آخر عمر در زندان منداختی آزاد کردی. و اگه او آزاد نمی بود حال سیفدا در اینجا پیش خودم می بود. با ما او را پیدا میکنی آقا کرد. با ما اویگاره سیفداره هر قسم میشه پیدا میکنی. پیداش میکنم علی، پیداش میکنم، وعده میتم. در سراخ کپوت شده پیداش میکنم. دل جمع باشه. خانم زینب، وقت دوا. خانم زینب، خانم زینب، خانم زینب شما خوب هستین؟ خانم زینب صدای من میشنوین؟ خانم زینب، خانم زینب چی میشه با هوش بهین؟ خانم زینب. علی اما تو هم باید با ما یک وعده بتی. با تنهایی اونجا نمیری. اویگار چیز آدمایی که پیش کاکاش کار میکرد تمامش پیش خود گرفته. تمامش گرفته. و آدم زیاد خطرناک شده. آقا کرد کتی ما غرض نگی، فقط اویگاره برم پیدا کن. ای که ما چی میکنم و چی نمیکنم مربوط تو نمیشه. آقا کرد، آقا کرد کمک کنین. آقا کرد کمک کنین. چی شده؟ خانم زینب، خانم زینب در اتاق شبوت بیهوش افتیده. زینب، زینب قند پدر چشمای تواز کو، چشمای تواز کو دخترم، چشمای تواز کو. لطفا مرا تنها نمان. زود باش با دکتر زنگ بزن. الا چی شدهش؟ نمیفهمم. وقتی که آمد ماما قسم در زمین افتیده بود. خدایا زینب محضم نگی، خواهش میکنم، خواهش میکنم، زیاد جوان است. نتر زینب خوب میشه، زنده است. کدام مریضی داشته چطور؟ قلبی. سیز کدام دوایی داره که باید برش بدیم؟ پس برین بیارینش. همیاله بگی. خوب شد آقا کرد، تشویش نکنین. خوب هستی دخترم؟ زینب تو خوب هستی؟ خوب هستی دخترم؟ خوب هستم.
خوب هستی؟ زینب مثل همیشه باید فکر کنه دختر اصلی مصوب زندگی خود ادامه بده. حال خوب تر شد. حال خوب تر هستی نه زینب؟ خوب هستم. صبر، هوش کنی از جایت نخیزی. آقا کرد خوب است که یک بار به شفاخانه ببریمش. آجا سعیس با امبولانس زنگ بزنین، زود باشین. خوب هستم، نیاز نیست. امکان نداره دختر. گفتم نیاز نیست. هیچ که نشد یک دکتر اینجا بخواین. دکتر خواستیم میاین درست. سعیس بسیار تشکر علی بیدر، اما من خوب هستم. شفا باشه زینب. خداوند شفای عاجل نصیب کنه. علی بچم زنده باشی، زنده باشی. ایلایم کنین، گفتم ایلایم کنین. ایلایم کو. درست است الهشکا. تو میخوایی چی کنی اویگار؟ میخوایی چی کنی آدم کثیف؟ ما چی کردم خانم عزیزم؟ به خاطر که همراه تو یک شب عاشقانه را سپری کنم آمادگی گرفته. دیوانه شدی؟ تو دیوانه شدی؟ یعنی چی در رستوران با حمله کردی کل انسانهای اونجا را کشتی؟ بله واقعا که تو راست میگی. به خاطر موضوع بسیار جگرخون شدم سیفدا، بسیار جگرخون شدم. برایشان گفتم که یک نفرم نباید که زخمی شود سیفدا. باور کو امی قسم گفتم سیفدا، اما اونا بگفتی مکدن. خونه اونا با خشونت پر شده. اما هیچ تشویش نکو سیفدا، من کلی چیز حل میکنم. تو خوب نیستی. تو عقلت از دست دادی. بله از دست داده. تو به من نه عقل ماندی و نه اون فکر. کلش از خاطر عشقی است که نسبت به تو دارم، اما میگذره. مطمئن باش کلش میگذره. وقتی که به هم برسیم بسیار خوشبخت خواهد شدیم خانم عزیزم. به من خانم عزیزم نکو. من خانم تو نیستم. من هیچ چیزتون نمیشم احمق. اگه به خاطر طلاق ندادن اصرار کنی، اگه مرا به زورم اینجا بیاری، بازم هیچ چیز تغییر نخواد کرد. تغییر خواهد کرد سیفدا. کلی چیز تغییر خواهد کرد سیفدا. به خاطر چی تغییر خواهد کرد؟ چون که شرایط تغییر خواهد کرد. وقتی شرایط تغییر کنه چی میشه؟ تو هم حتما تغییر میکنی. وقتی تو را میبینم دل بد میشم. از تو نفرت دارم آیکا. والا که مترس. عشقای بزرگ همیشه با نفرت شروع میشه. بله اما نفرت تو کمی زیاد طول کشید سیفدا جان. بیبی که ما چی میگم میفهمی؟ به نظرم ما کلی چیزا از نو شروع میکنیم. امروز قسم رویه کنیم که فقط تازه آشنا شدیم. بیا بیشی. بیا. درست است. ببین به خاطر تو یک میز فوق العاده را آماده ساختیم عزیزم. حالا برو بیشی. میز چی ها؟ میز چی؟ تو واقعا یک انسان روانی هستی. آدم پست بیشرف. مرا در اینجا بزور نگاه کردن نمیتونی. وقتی که توی قسم گپ میزنی من زیاد جگرخون میشم سیفدا. زیاد جگرخون میشی؟ بسیار زیاد. پس بابار خدا لعنتت کنه. ایلام کو آدم پست. تو چی میکنی احمق؟ چی میکنی؟ تو با خانم ما چطور قسم رویه کردی احمق؟ سیفدا تو خوب هستی جانم؟ بیا اینجا بیشی. درست است بیشی زندگی. ببین اگه یک دفعه دیگه ببینم کدام جای خانم ما زخمی بسازی تو رو زنده نمیمانم احمق. زنده نمیمانم. بفرمایین خانم سیفدا. بیشی زندگی. تو بیشی. درست است. حالا ما و خانم ما تنها بانین. گلتان گم شوین. زود شوین. توی آدم پسته بیبی. اختطاف کردن سیفدا بس نبود که او جانور اقدر انسانای زیاده کشته. مادر کلان پدرم چه وقت خانه میایه؟
او دیگه نمیای بچیم. حالا تو برو وسایل تا بیار که با هم بازی کنیم. حالا دیگه بچی قندم. او روانی ده حق سیفدا کدام کار نکنه. نه، فکر نکنم به او ضرر برسانم. چرا ضرر برسانه جانم؟ بالاخره او زن نکاشدگیش است. یک او زن کی است معلوم نیست. مادر. راست میگم دیگه. نظر به ای که علی در روز تولد بچه خود ایلاکت پشت از زن رفت. بر صورت ما هم دیگه باید بریم دویگو. معلوم است بیاز و خانواده تنوز اتفاق اختطافت را فراموش نکردن. حال از این اتفاق خبر شوند زیادتر به تشویش میشن. راست میگی اما پیش از آمدن علی عزلمشان رو نباید تنابونیم. علی؟ پدر؟ بچه پیش از خلاص شدن روز تولدم آمدی. امکان داره که نبیایم بچیم. البته که میایم. مادر کلانم گفته بود نمیایی اما من منتظر بودم. ما هم دیگه میریم استاد علی. سیس حالا تو برو کم ساتری کن. سیس پیلوت زنده باشین. استغفرالله استاد. کدام فایده ما نرسیده، اما تو خدا ناراحت نساز. سفدای انگره پیدا میکنیم. زنده باشی. خداحافظ. شب بخیر. شب بخیر. ما شما را بد رقم میکنم. مادر میشه چند دقیقه ساتری کنه؟ البته. خاله سفدایی رو بریم خریده. چه وقتی ساتری میکنیم؟ باید یگان وقت امی قسم می دیدیم. یعنی عروسی کردیم اما تک و تنهای جایی نرفتیم. اما تو تشویش نکن. از این بابات همیشه تنها می باشیم سفدا. اما تو خیلی هیچ چیزو نمیخوری. حالا تو هم شروع کن دیگه. تو مریض هستی اویگار. دیگه شروع نکن سفدا. مریض هستی؟ بله مریض هستم. اگه مریض باشم به خاطر عشقی که نسبت به تو دارم مریض هستم. حالا پیشانی تا ترش نگی. کمی خنده کن. مرا به زور به اینجا میاری. بعدش هم توقع داری خنده کنم. یعنی به نظرم جزئیاتش تو را خفه می سازه. آمدن تو به اینجا مهم نیست. مهم ای است که فعلا با هم یک جای هستیم. تو همیشه پیشانی ترش است. در صورت که اگر کمی راحت شوی آرام میشی. با من دست نزن. اگر ای بد اخلاقی را کمی اعلا کنی ای لحظه را تک و تنها بودن ما را و اگر از این نانای مزه‌دار کمی بچشی باز متوجه میشی که من تو را چقدر دوست دارم سفدا. دو صورت برات وعده میتام به خاطر این عشق ناپایان به من تسلیم خواهد شده جانه. از من دور باش. اگه یک بار دیگه به من دست بزنی تو را از بین میبرم. حالا چاقو رو بنداز سفدا که از شوی زیبا لذت ببریم. چطور؟ به من نزدیک نشو. گفتم به من نزدیک نشو. پس بیازو در دستت قسم چیزا هیچ خوب معلوم نمیشد. از اینکه چقدر به تو نزدیک هستم اون نفسهای گرمت در رویم حس میکنم سفدا. بسیار زیباست. تو هم میخوایی که این لحظه هیچ وقت خلاص نشه نه خانم عزیزم؟
سفدا کجا میری؟ با نظرم که بازی موش و پشک زیاد طولانی شد. سفدا اینجا بیا. سفدا دروازه رو باز که خانم عزیز. از من دور باش آدم پس، از من دور باش. سفدا سفدا تو او داخل چی میکنی عزیزم؟ ای دروازه را باز کو. سفدا ای قسم قار میشم. گفتم باز کو، باز کو. گوش کو، تو زنم هستی سفدا. گپ ما فهمیدی؟ با تو بیش از حد صبر من نشان دادیم. ای بازی یا دیر یا زود خلاص خود شد. از ما میشی، از ما میشی. گفتم از ما میشی سفدا. واز کو، واز کو. بجایی که از تو جواب حاضر است و بامان مایگان. خدا لعنتت کنه. سفدا، سفدا. خدا لعنتت کنه. علی، من به خاطر سفدا زیاد جگرخون شدم. اما ازت خواهش میکنم ای که میخوای او را نجات بدی فراموش نکنی که یک بچه هم داری. علی لطفاً ای دفعه پیش از ای که خودت در خطر بندازی به علی جان فکر کو. تو یک کار نکو که بچه‌م بی پدر بانه. لطفاً توقع داری چی کنم مظلم؟ سفدا اختطاف شده. حال کجاست در چی وضعیت است نمیفهمم. دست و پایم کاملا بسته است. توقع داری تا 6 تا منتظر باشم؟ اگر نیاز باشه بله. به خاطر که اول تر از همه تو یک پدر هستی. مظلم، من سفدا را تک و تنها مانده نمیتونم. هرچی که میشه شوه. ای کارا نمیتونم. علی جانت جایش میبرم. ما میبرمش. بیدار میشه. مادر تو خوشو بچه قندم ما تا رده جایت میبرم. گفتم واسکو، واسکو. ای کارا نمیتونم، ای کارا نمیتونم خدایا. نمیتونم، خدا لعنتت کنه. اویگا سفدا با خوبی دروازه رو واسکو. خدایا خودت کمکیم کن، کمکیم کن. خدایا لطفا کمکیم کن. چی میشه؟ کمکیم کن. سفدا، سفدا. خدایا من چی کنم؟ من چی کنم؟ من چی کنم؟ خدایا
علی، اینقدر مشکلات چطور تونستی دیر کنی؟ از دیگه طرف غم بچه تا چطور تحمل تونستی؟ از بین اونقدر مشکلات زیاد چطور تونستی به زندگی عادی ادامه بدی علی؟ سیفدا تو چوری سوالا پرسان کردی؟ نمیفهمم. من بعضی وقت زیاد خسته میشم، میخوایم برای همیشه از بین برم، اما بعدا طرف تو میبینم تو از بین اونقدر بار سنگین تانستی با آسانی بلند شد، محکم سر پای خود استادستی. واقعا چطور موفق شدی علی؟ لطفا اگه به ما یاد بدی شاید بتونم مثل تو محکم استاد شوم، ای قسمی با آرامش برسم و شایدم نجات پیدا کنم، ای که مثل تو یک روز محکم استاد شده بتونم، قوی شده بتونم. اینقدر زیاد میخوایم که نگو. واقعا چی قسم کردی؟ برام یاد بده قصه کن لطفا. هیچ آسان نبود سیفدا، برعکس زیاد سخت بود، بسیار. داور گفتم اگه انتقام ما بگیرم، فکر کردم درد سلیمان کم خواهد شد. انتقامم گرفتم، اما هیچو قسمی که فکر میکردم نشد. بجایی که دردم کم شوه بیشتر شد. هر روز بدون چاره در تاریکی های کلام با یک زخم بزرگتر تک و تنها موندم. بعدش به درگاه خداوند پناه بردم. وقت پناه بردم خدا پیدا کردم. با پناه بردن درونم آرامش پیدا کرد. اگه فقط به خدا اعتماد کرده به طرف او بری، او هم به خاطر کمک کردن به تو راه ها را نشان میده. وقتش رسیده، باید جماعت برم، نمازم بخونم. علی، میشه به ما نماز خواندن یاد بدی؟ البته. ببین دیگه تحمل کردن نمیتونم. هر قسمی که شوه بالاخره عزم میشی. دروازه را باز کن. اویگار، درست است، درست است. جانم، امکان داره که من به تو ضرر برسانم؟ من تو را بسیار دوست دارم. حالا این دروازه را باز کن. ضرور نیست که بترسی زندگیم. سیفدا. هر کاری که مکدم دقیقاً تمامتو میکنی. سیس،
الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. به خاطر تمام مشکلاتی که در سر ما آمده به تو پناه میبرم. پس تو از ما محافظت کن. خداوندا، به خاطر پیدا کردن و نجات دادن او کمکم کن. به خاطر که از اینجا نجات پیدا کنم به من قدرت بده خدایا. قدرت تو به من کافی است خداوندا. آمین. نترس سیفدا، هوش کنی، نترسی. تو از دست و آدم پست نجات میدم. خاله نادیه، خاله نادیه، خدا داد تو هستی؟ چی شده بچه؟ خاله نادیه، ایره بگیرین به کاکو یوسف بتین. زمستان نزدیک از، کالای گرم بپوشه. خدا داد یوسفم سال گذشته مرد بچیم، حتما یادت رفته. شما راست میگین. آلی ایره او پوشیده نمیتونه. خیره کی به نظرتون بپوشه؟ در اونجا خانه کاکا رحمی است، او زنده است. زنده است. میشه شما ایره برش بتین؟ مال رفته نمیتونم، زیاد کار دارم. ایام از شما از خاله نادیه. اینا دیگه چی هستن؟ چند روز پیش وقت نواسیت از دکان برآمد فهمیدم که پول نداشتین، از این خاطر ایره آوردم براتان. تو یک چیز امکان داره، حتما اشتباه کردی. نه این قسم نیست، حتی در جیبم پول بود نتانستم او را براتان بتون جگر خون شدم. برات گفتم اشتباه کردی، خدا داد بچیم. خاله نادیه، من چیز را که ببینم بشنوم فراموش نمی کنم. ببینین تا دان خانه تان آمدیم، لطفا قسم نکنین. بگیرین. در داخلش جیگرام است. من تخم جیگر زیاد خوش دارم، نواسیتان هم زیاد خوش داره، برش پخته کنین. نه ایره نمیگیرم، نه نمیشه. میشه بیازو زیاد نیست. نمیگیرم بچیم، بس. هر وقت دل نواسیت چیز شد باز برش بخر. اما من به پول نیاز ندارم. چی میشه خاله نادیه؟ به خاطر که ضرورت ندارم براتون ایره میتم. لطفا ایره از دستم بگیرین. آی خداوند از شما راضی باشه، دست مرا پس نزدین، دقم خوبی کردین، کمکم کردین، مبارکم باشه. اما گریان نکنین، مرام گریان میگیره. من زیاد کار دارم، من دیگه میرم. الهی هر مرادی که داره برآورده شود. چیز مهمی نیست، فقط سرش حمله آمده. میفهمین وضعیت او چندان خوب نیست، نه از او خاطر برش دوای مسکن دادم، کم استراحت کنه تا صبح خوب میشه. من به خاطر معاینه کردنش صبح دوباره میام. زنده باشی متین. بازم شفا باشه. بفرمایید.
دختر مقبولم، تو را از دست نمیتم. به هر قیمتی که باشه بازم تو را از دست نمیتم. بیازو زینب مریض است. زینب اگه خبر شود دختر اسلیم نیست، ایره هیچ وقت تحمل نمیتونه. لب و روی تای قسم کشال نگی لطفا. سیفدار پیدا میکنیم، تو تشویش نکن. سیفدا خدا میفهمد در چی حالت باشه بیچاره. شاید حال زیاد ترسیده باشه. از این میترسه که بعد از این علی و خانوادهش دیده نمیتونه. پیلوت ما باید برم پدرم. حالا شاید زنگ بزنم. بسیار خوب. شب بخیر. چشما بیمه. بله. تو را زیاد دوست دارم. مام دوست دارم. های علی هان، من زیاد به تشویش دخترم شدم. ناوقت شده برش یک بار زنگ بزنیم. زنگ بزن دل ما میچارم. نه زنگ بزن. ببین علی هان، اگه بازور اختطاف کنن من دیگه تحمل نمیتونم. دانه تا بخیر واسکو. توبه. زنگ میزنم. ما آمدم. های 1000 بار شکر. خوش آمدی دخترم. دویگو جانم از تشویش مردیم. تو کجا هستی دیگه؟ راستش چه قسم بگویم برتان؟ بگو. سیفدار اختطاف کردن. چی؟ یا الله رحم کو. بازم به خاطر پیلوت است. نه پیلوت کت سیفدار چی ارتباط داشته میتونه پدر؟ سر شوهر سابق شک دارن. محاله درباره خانم خیریه فکر میکنم. وای خانم بیچاره چقدر جگر خون شده باشه بسیار سخت است. کسی میفهمه که سرش تیر شده باشه. مثل ما. بار دیگه قسم یک چیز شاید نمی باشین. هر چیزی که شد کلش ده گذشته ماند پدر. انشالله دخترم. بیادر چی کنیم؟ واضح است که چی میکنیم. کار را که شروع کردیم خلاص میکنیم. خانم دویگا هیچ از یادم نمیری. هیچ. خسته نباشین. تو دا اینجا چی کار داری؟ آمدیم کار نیمه تمام ما خلاص کنم.
دویگو را گرفته از اینجا. تو چی میگی ها؟ مادر به پلیس زنگ بزن. پلیس میگم دخترت همراه ما میره، نشنیدی؟ اینجا یه جای بردن نمیتونین، یک شهری بپرسان است. دخترم جایی نبرید لطفا. دخترم جایی نبرید لطفا. با دخترم خرد نگیرید لطفا. علیحان لطفا بخیز. خیره جون دخترم غرض نگیرید لطفا. خودت میفهمی خاله جان. مادر 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 نه مادر 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 میرال آی میرال نخیر میرال علی که خواب بد دیدی چی شده؟ برام بگو چی شده؟ میرال تو خوب هستی؟ دویگو صبح بخیر پدر. علیحان جان چی شده؟ ما میرم که روی ما بشویم. مادر چی گپ شده؟ پدرم چرا قسم طرفم سیل میکرد؟ چی بفهمم دخترم؟ چند دقیقه پیش خواب دید. او حادثه را تا هنوز فراموش نکرده دخترم. تو چای صبح تیار کردی دویگو جان؟ ما و سارپ میریم. متوجه باشی که سیفدا هیچ جایی فرار نکنه. با او یک ذرام نباید ضرر برسانین. فهمیدی؟ خوب است. حال سارپ کجاست؟ او در پیش دروازه منتظر درست است. سیفدا پیش شما امانت است. فکر کو سیفدا. فکر کو پدر امروز همراه شما یک جای به دکان رفتم میتونم؟ علی طفل است تو یک چیز را پرسان میکنه. تو کدام چیز گفتی بچه؟ به دکان رفتم روی کامپیوتر گیم بازی میکنم پدر. اما من امروز به دکان نمیرم بچه. باز یک وقت دیگه میریم. درست است؟ ببین برات وعده میدم وقتی که به دکان رفتیم باز کشتی را که خاله سیفدایت برات گرفته بود اورم از دکان برات میارم. درست است؟ واقعا پدر جان؟ بله اما امروز میرفتیم. بله یعقوب برام بگو چیز پیدا کردی؟ پیدا کردم علی. موتر که سیفدار اختطاف کرده بود جایش تثبیت کردم، اما حال ده حالت حرکت است. درست است. همیاله برای مدرسه روان کن. درست است، روان میکنم. موتر فعلا در اطراف بایکوز دال حرکت است. شاید به جایی که سیفدار پد کرده به اونجا میره. تا حالا شاید علی خبر شده باشه. حتما از پشتشان رفته. تشویش نکنین آقا. اویگار اگه از اونجا نجات پیدا کرد باز دستگیرش میکنیم. انشالله جان. تو متوجه باش. درست است آقا، متوجه هستم. صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس، صدقه رد بلاس.
ملا صاحب خدا داد تو چی میکنی؟ صدقه رد بلاس ملا صاحب، صدقه رد بلاس. شما گفته بودین نه؟ ما هر چیزی که دارم ندارم کلش خیرات میکنم ملا صاحب. کافی است که خداوند از شما حفاظت کنه. تشویش نکنین. از دیشه و بیس و هر چیزی که دارم کلش خیرات کده میرم. سیفدا خواهر دوباره به خانه میایه. سیفدا خواهر چیزی نمیشه. تشویش نکنین. زنده باشی خدا داد. تو فقط دعا کو که سیف داره چیز نشه. دعا کو کور من نجات داده بتانم. من همیشه به شما دعا میکنم. دعای من همیشه به شماست. سیفدا خواهر پس میایه. او چیز نمیشه ملا صاحب. صدقه رد بلاس. صدقه رد بلاس. صدقه رد بلاس. ای صدقه رد بلاس. صدقه رد بلاس. خانم سفدا کجا میرین؟ راستش دلم تنگ شده. میخوای برون بیرون چند دقیقه قدم بزنم. ببخشین اما آقا گفت که نباید بیرون بریم. نه خدا به زحمت نسازن. خوب است. اگه خواهش کنم برام یک گیلاس هوا آورده میتونی؟ البته. در داخل چی گپ است؟ ببینم که کی است. اینجا چی گپ شده؟ بدا بچیم که فرار میکنه. یعقوب موتر بالاخره استاد شد علی. آدرسشان برات روان کردم. در کجاست؟ بایکوس. در یک جای از جنگل بایکوس. حتما سیف دارم اونجا نگاه کردن. من هم یال اونجا میرم. تحمل کو سیف دا. تحمل کو. من اونجا میایم نجاتت میتم. پیلوت دی صبح وقت تو کجا میری؟ کار دارم بیادر. درست است فهمیدم کار داری که میری، اما چرا با ما چیز نمیگی بیادر؟ مشکل چی است که بفهمیم؟ توبه وقت پیش استاد علی میرسی با مسئله دریا خروشان میشی. بچه‌م با استاد علی چی ربط داره؟ تو چی میگی؟ با هر صورت دقیقش نشو. حتی دخترم او برات خواستگاری کرد، فقط که بگی مانه او آدم از جمله خانواده‌ت است. بچه‌م تو چی چطیات میگی؟ ها؟ تو درباره قسم کارا چی میفهمی؟ چه قسم کارا ها؟
تو درباره چه قسم کارا گپ میزنی پیلوت؟ با امر خدا و قول پیامبرش دخترتانه به بیادرم پیلوت میخوایم، یعنی همیره گفتن نمیتونستم. میتونستی. میگفتی اما باز چی میشد بدت؟ ها؟ علی خانم نمیخواست دختر به تعمیر میخواستی؟ چرا باید نمیداد بیادر؟ بچم تو چرا خودم را استاد علی مقایسه میکنی؟ او آدم استاد است. استاد علی در منطقه یک اعتبار داره. در منطقه اعتبار داره. موضوع بحث ما اعتبار منطقه نیست پیلوت جان. اعتبار در چشم تو است. بچم نه که تو به استاد علی حسادت میکنی ها؟ چرا حسادت کنم؟ توبه احمق، تو بیادرم هستی. در زندگی تو یگانه شخصی هستی که به من نزدیک هستی. تو چرا همراه دیگر را خود مقایسه میکنی؟ حالا برو چای صبح بخو. گشنگی سر تو زیاد تاثیر کرده. ای که چی میگی اج نمیفهمی. درست است پیلوت. حالا علی خان جان تو آماده نشدی جانم؟ من میبینم. دی صبح وقت کی هست دیگه؟ پیلوت دی صبح وقت در اینجا چی کار داری؟ پدرت زنگ زده بود گفت بیا مام آمدم. میخوای چی برات بگویم؟ پیلوت اینجا بیا. سرپای اونجاست. خوش آمدی. ای بیا. خوش آمدی. بشی. دویگاه دخترم تو هم بشی. اگر بدون پیدا کردنش برگردیم از بین میریم. اویگور ما را از بین خود. بیبی پیلوت بفرمایین آقا علی خان. گپ زیاد دراز نمیکنم. ما به شما یعنی با مولا علی هم گفتم که درست است، اما بعد از او زیاد فکر کردم. این موضوع نامزدی دیگه خلاص شد. پدر؟ علی خان تو چی میگی؟ دخترم بعد از اختطاف شدن تو هر صبح ما با کابوس بیدار میشم. اگه یک دقیقه گام دیر کنی باز قلب مادرت درد میگیره. اما تو نیست میرال. دختر ما با ما زیاد با ارزش است پیلوت. از ترسی که سرش کدام بلا نیاید جان ما مبرایه. تو هم کمه ما را دیگه درک کو بچیم. مادر تو هم خو یک چیز بگو لطفا. حالا ما چی بگویم دیگه؟ در درک او روز ما کشیدیم فقط خود ما و خدا میفهمیم و بس. مادر تو هم؟ گپ ما هنوز خلاص نشده. علی خان پدر، حال دیگه چیزی نیست که کابوس ببینین. ما زندگی سابق ما در گذشته ایلا کردیم. خب کدام زمانتی است که زندگی پشت تو را اعلام میکنه ها؟ نه، دخترم اختطاف شد. دخترم اختطاف شد. ما بار دیگه نمیخوایم که این کابوس به خانوادیم نشان بدم. به همین خاطر
این کار خلاص شد دیگه، تو هم درک کو. پدر شما چی میگین؟ ما چیزی را که باید میگفتم گفتم. علیحان پدر ببینین پیلوت در این موضوع تصمیمم جدی است، سریع گپ بحث نمیکنیم. بار دیگه نمیخوایم تو دویگو را با هم ببینم. نمیشه. بدون دویگو زندگی نمیتونم. نمیشه. نمیتونم. هیچ چیزی را که گفتن هیچ امکان نداره پدر. هیچ. تصمیمم قطعی از دخترم. این کار دیگه خلاص است. بار دیگه همراهی پیلوت نمیبینی. از روزی که مردی همیشه با این باور بودم به جایی که رفتی از اونجا مرا میبینی، بازم مرا میبینی مادر، بازم مرا میبینی. چیزایی را که شنیدم هیچی قسم با اون مقابل شبا میره فکر میکنین. من چی قسم مقابل شبا از پدرم چی قسم پرسان کنم که چیزایی را شنیدم راست است یا نه. میترسم از جوابایی که باید بشنوم. زیاد میترسم. خدایا من چی کنم؟ من چی کنم؟ سینان کدام خبر گرفتی؟ پلیس کدام چیزی را پیدا کرده تانست؟ نه مادر، درباره خواهرم هیچ خبر نیست. ما خواهرم از چه قسم پیدا کنیم؟ ما چی کنیم مادر؟ مادر کجا میرین؟ من پیش علی میرم، شاید او کدام چیز پیدا کرده باشه. مادر جان. بله زینب. سینان من هیچ خوب نیستم. زینب چی شده؟ سینان لطفاً بیا، من زیاد ضرورت دارم، لطفاً بیا. امیال پیشت می. دخترم تا یه وقت اینجا چی میکنی؟ بس نیست. چی بس نیست مادر؟ ناق در چرت و فکر و غرق هستی دخترم.
بیبی خودت میگی که بازم علی پشت او دختر رفته بود. او پیش تو نمیاد، تو را دوست نداره. چرا پشت گپا را اعلان نمیتی دخترم؟ نه دیگه مادر جان، من نمیتونم که اونا را اینجا تنها مانده برم. ای خدایا تو خودت به من صبر بده. مادر، پدرم چی وقت میآید؟ نمیفهمم بچم، باور کو که نمیفهمم. اما هیچ وقت پیش ما نمیباشه، همیشه کار دارم. من ریلا کده میرم. جان مادر، باور کو اگه مجبور نباشه هیچ وقت از پیش تو جایی نمیره. اون آمد، پدرم آمد. علی جان صبر کو. پدر؟ پدرم نیست. بیا برگکم. ما علی را کار داشتم، اما فکر کنم در خانه نیست. بله نیست، با پیدا کردن دخترتان رفته. سیفداره پیدا کرده تانست؟ نمیفهمم، اما تنها چیزی را که میفهمم این است که شما چقدر انسانای بیروی و بی‌شرم هستین. به خاطر چرا این قسم گپ میزنین؟ من نفهمیدم. چی شده؟ نیکی جگرخون شدین، اما وقتی از آدمه که شوهرتان بچه‌ش به قتل رسانده از او کمک میخواین باز جگرخون نمیشین؟ ببینین، من مادری هستم که به تشویش دخترش است و کوشش داره او را پیدا کنه. پیش از همه چیز مادر هستم. شما هم خود مادر هستین، باید مرا درک کنین. بله ما مادر هستم. او هم یک مادره که به خاطر شوهر تو اولاد خودت دفن کرده. پیش از هر باره که شما به کمک نیاز می داشته باشین باید ای گپه به یاد بیارین. پشت شوهر ما خانواده ما ایلا کنین. من به خاطر اینجا آمدم که علی سیفداره پیدا کرده تانست یا نه؟ من به خاطر پرسان کردن درباره چرا ای گپه از پلیس پرسان نمی کنین؟ برین مشکلتانه با اونا بگوین، اما از ما دور باشین لطفا. سیفدا، سیفدا. حالا سیفدا توی کارم میتونی. نجات پیدا میکنم. خدایا کمکم کن. شکر. کمک کنین. من اینجا هستم. کمک کنین. عذر میکنم کمکم کنین. من اختطاف کردن با سختی فرار کردم از دستشم. به خاطر رضای خدا کمکم کنین لطفا. بالاشو خواهر،
زنده باشین، زنده باشین. چی شده؟ نیکنا وقت کردیم. نه همراه ما بازی کردن. اویگار ما را در جایی غلط آورد. بسیار زیاد تشکر بیادرا. واقعا خداوند از اردوتان راضی باشه. بسیار تشکر. خواهش میکنم، وظیفه انسانی ماست. زنده باشین. از شما خواهش کردم میتونم برای موبایل بتین باید یک بار زنگ بزنم. چیزی نمیخواین بگوین؟ ما چرا پس اینجا آمدیم؟ چرا پس اینجا آمدیم؟ نه عذر میکنم، اعلام کنین مرا اعلام کنین لطفا. کمک کنین لطفا براتون عذر میکنم، مرا اعلام کنین. بلیاز خدا کمک کنین، اعلام کنین مرا، اعلام کنین. خانم سیفدا بفرمایید، آقا اویگار منتظر شماست. ایلوکو خوش آمدی خانم عزیزم. بسیار خوب سر وقت آمدی. ما به خاطر تو یک خوردنی خوب آماده میکنم. خب حتما گشنه شدی نه؟ دیروزم هیچ چیز نخوردی. امروزم کل روزه در جنگل دویدی. البته هوا پاک است. قدم زدن چطور گذشت؟ حالا بگو بریم جانه. تو چه قسم یک مریض روانی هستی؟ خدایا من دیوانه میشم. آرام باش. بیبی کلینا به خاطر گشنگی است. شکر خونت پایین آمده. حالا به تو یک خوردنی بسیار خوب آماده میکنم. به خاطر چی میکنی؟ به خاطر چی کارا رو میکنی؟ به خاطر چی؟ گوشته؟ یا که تو مایی میخواستی؟ تو به این بازی های احمقانه ادامه بدی. علی در کل جای منو میپاله. مرا حتما پیدا میکنه. تو رام درگیر پلیس میته. اگه ایره بایدت بیاری باز برات خوب میشه. آدم روانی. علی گفتی. بسیار معذرت میخوایم. یک چیز به یادم آمد. تو چی میکنی؟ خوبش. آی خدای خودت صبر بده. با چشمای مقبولت ببین. علی؟
میخوای همراهی چی کنی؟ برات عذر میکنم کدام کاری نکنی. نه فعلا خب هیچ کاری نمیکنم، تو تشویش نکن. او را کشتن نمیتونم، از بین بردن نمیتونم، به خاطر که به یک نفر وعده دادیم. اما اگر کوشش کنه که تو را از پیش ما بگیره، باز درست دم وقت به وعده خود وفا کرده نمیتونم. در این زندگی هر کسی یک نقطه ضعف داره سیفدا. ایره خو میفهمی که نقطه ضعف من تو هستی. اگر بخوایم امی لحظه علی را کشته میتونم. بیبی در بین دو انگشتم است. اما قدر آسان، اما نمیکشم، تشویش نکن. بله تو خود گوشت پخته شده را زیاد خوش داری نه؟ هنوزم در دست ما یک سر نخ نیست یعقوب. یویگار لعنتی کجاست؟ کجاست؟ پیدایش میکنیم علی، پیدایش میکنیم. او را میپالیم بیادر. میپالیم، اما او آدم همیشه یک قدم پیشتر از ما است. از رفت آمدش، تماسای تلفنیش، ملاقاتش، هیچ چیز به دستمان آمد. آقا کورتان میپاله اما یک چیز خوردم نیست. گویا زمین چاک شده باشه او در بینش رفته. این بار با پلان بسیار خوب پیش رفته، واضح است. اگه پلان باشه با سرنخم است یعقوب. او سرنخه باید پیدا کنیم. هر ثانیه‌ای که همراهی آدم کثیف باشه به سیفدا مثل جهنم است. پیدایش میکنیم علی، زود یا دیر پیدایش میکنیم. بعد از این اویگار رای فرار نداره. بله رای فرار نداره. آخر راه با اویگار مرگش نوشته است. بسیار یک خوردنی مزه‌دار آمده. ها کاکا جان قند ما مرحوم، او هم زیاد ایره خوش داشت. با او هم زیاد آماده کرده بودم سیفدا جان. ایره خو میفهمینه کاکایم در این دنیا یگانه شخص نزدیک به ما بود. تا وقتی که همراه تو معرفی شدم، حال دیگه در زندگیم تو هستی سیفدا جان. تو خانواده ما هستی. مادرت مادرم است، او بیادرت خسر بریم است، سینان بیادرم است و پدر مرحومت. کوکسال مرحوم، تو را بسیار دوست داشتم. روحت شاد باشه. پدر تو پدر مام بود. هوش کنی نام پدر ما به زبان کثیفت نگیری. کلگی را فریب داده میتونی اما مرا هیچ وقت نی. آدم روانی من میفهمم که پدر ما تو از بین بردی. باور کو در بین کارا سخت‌ترین کار احساسات است. ایره خو میفهمینه؟ درست است. بیازو برات نمیگم که بالایم باور کو، اما میفهمم که یک روزی به ما باور میکنی. ایره خوب میفهمم. سیفدا وقتی که ما برات میگم نکردیم، پس نکردیم دیگه. ما در زندگی بغیر از تو دیگه هیچ کس ندارم. ایره خوب میفهمینی؟ پس به می خاطر مرا به زور در اینجا نگاه کردی ها؟ ما در تقدیر یک دیگه خود نوشته شدیم عزیزم. کل اینا را به خاطر که بفهمی کردیم. پس کو گفتم. اما نمیفهمی. خیر باشه، یک روز خود فهمیدی. وقتی که از اینجا بریم با هم یک جای باشیم بازو وقت، ایره خوب میفهمی که انسان نمیتونه همراه تقدیر خود جنگ کنه سیفدا جان. بسیار زود از اینجا میریم. بخیر. پاسپورتم آماده است. کل پلانایی را که به خاطر مای اصل گرفته بودم کلش عملی میشه. بخیر. اول با کشتی برای یک چند وقت به یونان میریم. بخیر. دینگ 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 دینگ. اگه از اونجا خوشت نامد بازم لحظه از اونجا به طرف ایتالیا میریم. وقتی نانای ایتالیایی رو بخوری باز زیاد خوشت میای. هرچند امروز مجبور هستی که همراه همه دست پخته ما گذاره کنی. حالا دیگه نان ما را میخوریم و خو میکنیم به خاطر که یک سفر طولانی منتظر ماست. من همراه تو هیچ جایی نمیرم.
هیچ جایی نه. حیف شد. زیاد خاص آماده کرده بودم. به هر صورت من کالای خودت تبدیل میکنم. باز پس آن حتما یکان چیز دیگه میخوریم. چطور؟ درست است. کل پروازهای خارج از کشور زیر ادارتون هستم متوجه؟ البته همی که به میدان هوایی قدم بانه دستگیر میشه. دمی 4 طرف است. من مطمئن هستم که دمی 4 طرف است. بریم. بله. علی. سیفدا کجاستی؟ اویگار میای علی. سیفدا. موبایلم از یادم رفته بود. چی شده؟ فقط گفت اویگار میایه. یک بار دیگه زنگ بزن. نمیشه. اویگار میفهمه که سیفدا به ما زنگ زده. باید آدرس ای شماره را پیدا کنیم. پیدا کرده میتونی؟ لپتاپم در موتر است. فوراً پیدا سیف می‌کنم. بیارش. بله چشم آبیمه. گلای مقبوله برام روان کردی. بسیار زیاد تشکر. کدام گلا؟ گلایی را که به دواخانه روان کردی. کلش زیاد خوبش است. یعنی گپایی را که پدرم گفته بود پیلوت بازم می کار کردی. خوب احساساتت قابل قدر سما. مرا زیاد خوش ساختی. دلت جمع. پدرم در دواخانه نبود. تشویش نکن. حتما کدام سوی تفاهم شده دویگو. ما به کسی گلمول روان نکردیم. چطور یعنی؟ محترم اینجا استاد میکنیم. نباید متوجه شوند. صد فیصد با دوربین 4 طرف سایل دارن. تو از او طرف برو. من از پیش روی میرم. سیس علی متوجه خودت باش. تو هم. خانم عزیزم، بس است دیگه. پیشانی تا ترش نگی. ببین امشب با مای اصل میریم بخیر. کمی خنده کنه؟ مشنم. آقا کرد؟ اویگار؟ از صدایم شناختی نه؟ از اینکه مرا واقعا دوست داری میفهمم آقا کرد. تو کجا هستی؟ سوالت اشتباه است آقا کرد. این مهم نیست که من فعلا کجا هستم. این مهم است که علی فعلا کجاست. بگو. گپای ناقبان سیفدا کجاست؟ زن من میگی؟ همینجاست. در پیشم است. یعنی باید در کدام جای دیگه می بود. چطور؟ ما پس میم تو اینجا باش.
سفدا! با تعقیب کردن ما ادامه بتی علی هروغلو. لوده. ما تو یک معامله کرده بودیم. ما طبق معامله خود عمل کردم و به علی ضرر نرساندم. اما در بین معامله ما خانم ما نبود. از خاطر ما خانم خود گرفتم. علی اویگار میایه کجاست اویگار؟ گفتم کجاستی؟ با علی بفهمان که دیگه مرا تعقیب نکنه آقا کرد. اگه بازم دیدم که مرا تعقیب میکنه باز وقت شما میفهمین که من چی کارایی کردم میتونم. سیف دایم. ببین از تو یک چیز پرسان میکنم. با نظر تو علی او یادداشت خداحافظی که برش مانده بودم پیدا کرده باشه؟ بسیار پست هستی اویگار، بسیار پست. علی سفدا؟ وقتی تو ای ویدیو را تماشا کنی من در اینجا نمی باشم. اویگار مرا به یک جای بسیار دور میبره، اما اجازه داد که کت تو خداحافظی کنم. امکان داره ای آخرین گپم باشه. سفدا زیاد میخواستم که روبرو همراهت خداحافظی کنم و تو را در بغلم بگیرم، اما نشد. من محبتم در قلبم دفن کردم ایرم. از من پیشت بجز صوفیره که به علی جان دادم دیگه هیچ خاطره ای نمانده. از خوب محافظت کن، بسیار خوب محافظت کن. همینقدر بس از خانم عزیزی خواه که همراهت خداحافظی کنه. ما هم دل سیفدار نشکستاندم. شاید همین قسم بتانی رفتنش قبول کنی جگر گوشه. خداحافظ علی هروغلو. تو بله ما فکر کنم زیاد خوشت نامد، اما نترس. با خاطر این آمدیم که برات ضرر برسانم. از ما چی میخوای؟ گلاره که برات روان کردم خوشت آمد؟ تو او گلاره برام روان کرده بودی؟ اما ارزش تو را نداره. بچه کدام لوده کوشش کرده که به دویگو گل روان کنه؟ کی؟ مانع خود شده نتانستم دویگو، یعنی خانم دویگو. از امروز تاله هیچ فراموشت نمیتونم. حالا چیغ زده پلیس صدا میکنم. از پیش رو این پس شو. این نیاز نیست که بترسی. از طرف ما به تو هیچ ضرر نمیرسه. حالا لطفاً بشنو. گوش کن. اگه بخوای مام نمیتونم به تو ضرر برسانم. ما عاشق تو شدیم. بله، در زندگیم اولین بار است که ما عاشق کسی شدیم. لوده گپ نزن، پس شو. از دم روی موس شو. گوش کن، او قسمه که تو فکر میکنی نیست. دست پیلوت گرفتم، برش کار دادم. او را مدیر رستوران خود ساختم. اما او چی کرد؟ در حقم خیانت کرد. ما به خاطر کور زجر بتم تو را اختطاف کردم.
ما در اصل به خاطر که او را زجر بتم تو را اختطاف کرده بودم، به خاطر که میخواستم با زبان خودش گپ بزنم. اما میخوایم او اشتباه جبران کنم، بخشش میخوایم. جبران چی ها؟ بخشش چی؟ تو چی چتیت گفته میری؟ بار دیگه هوش کنی پیش رویم نبیایی، درست از هوش کنی. صبر کو، گپای من اوز خلاص نشده. تو نمیتونی به من دست بزنی. بی غیرت! دیگه! متوجه باش. بخیز لعنتی، بخیز. تو را از بین میبرم. بی شرف، توتت میکنم. دویگو، ای آدم خوبه تو ضرر نرسان نه؟ اذیتت خو نکرد. اگه بخوای من برای ضرر رسانده نمیتونم. تو تشویش نکن. تو چی میگی نامرد ها؟ چی گفتم میری ها؟ تو را میکشم. تو دیگه مردی بچیم. تو دیگه رفتی. خلاص هستی دیگه. تو کدام شغال هستی که سر دویگوی من چشم دوختی؟ به شرف. پیلوت! پدر؟ دا اینجا چی گپ هسته؟ علیحان پدر جان خوب هستین انشالله؟ راستش نمیفهم چی بگویم، اما این قسم نمیشه زینبم. با فرار نمیشه از ترست فرار کنی جانم. باید گپ بزنی. تو باید که پدرت رو برو شوی ازش حقیقت پرسان کنی. امرش باید گپ بزنی جانم. اگه او حقیقت قلب ما به درد بیاره چی؟ باور کو ازاله که در قلبت بیشتر به درد نمیاره. شکر که هستی، شکر که تو را دارم. کدام چیز تو را جگر خون ساخته؟ نه دقیقش نشو سینان، ما چطور دقیقه تو نشم؟ حالا با ما بگو، قصه کو چی شده؟ خواهرم اختطاف شده زینب. چی؟ مردی. مرگت در دست من نوشته شده اویگار. من تو را از بین میبرم. پدر، او آدم ها کسایی بودن که من اختطاف کرده بودن. کسایی که اختطافت کردن. ای آدم ها در چهار طرف تو هنوزم میگردن. پدر لطفاً با من هیچ پدر نگو بلیاز خدا. پیلوت، امی صبح برای توضیح دادم. امروز گپ زدیم. از چیزی که میترسیدم اما قسم شد. اونا دخترم اختطاف کرده بودن. حالا بیغم در کوچه پیشروی دخترم میگیرن. ما چی کنیم؟ باعث پدر و مادر با ترس زندگی کنیم؟ جواب بده او بچه.
پدر لطفاً. ببین پیلوت، ما تو را شناختیم، خوشم آمدی. با تو دختر ما را جان خدا ماند دادیم. گفتی گذشته ما خلاص کردم، با تو باور کردیم، سرت اعتماد کردیم، اما قسم نمیشه. فکر کردی من نمیخوایم دخترم خوشبخت شوه، اما ما نمیخوایم دخترم با یک مرمی قربانی شده از این دنیا بره. فهمیدی گپ مرا یا نه؟ من نمیخوایم دخترم در سر قبر استاد شده عشق بریزانه. وقتی که پدر شدی باز مرا درک خواد کردی. ببین باز تو را با صلاح گیر کردم. اما آقا علیخان، او آدمای بی حیثیت. دلیلش هر چی که باشه دیگه، ای عادت تو است. تو اگه ای عادت اعلا کنی، ای عادت تو را اعلا کده نمیتونه، همیشه تو را تعقیب میکنه. حق با جانب نیستم ها؟ شما راست میگین آقا. پیلوت تو چی میگی ها؟ دو صورت ای که باید چی کنی خوب میفهمی، اما تو نیست؟ پیلوت 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 پدرت راست میگه دیگو. از ما نمیشه. میگی نمیشه؟ اگه پدرت نمی آمد ما در تقدیری او به شرف فیر میکردم. بعدش چی میشد؟ به خاطر گرفتن انتقام او یکی دیگهش پیدا میشد، باز یکی دیگهش، بعدش باز یکی دیگهش. رای ما همی است دیگو. خب فرض کنیم نجمی خلاص شد، باز از کجا معلوم که یکی دیگهش پیدا نشه؟ راه ما پر خطر است دیگو. راه ما پر از درد است. در راه تو باید گلا باشه. از او خاطر برای پدرت حق میتم. خداحافظ. چشما بیما. خداحافظ. پیلوت اوش کنی پشت تا دورنتی پیلوت.
هوش کنی پشت تدور ندی. به خاطر دویگو هوش کنی. یک بار دور بخو لطفاً. به خاطر عشق ما، به خاطر ما چی میشه؟ خانم عزیزم، کل آمادگی ها گرفته شده. چند دقیقه بعد به بندرگاه رفته و با کشتی خود ما از اینجا به یک جای بسیار دور میریم. سیودا، استاد علی، سیودا رو پیدا کرده تانستی؟ چرا قسم میشه استاد؟ در کدام جای قانون به نام نرسیدن به عشق ما نوشته شده؟ فکر میکنی که کافی است که زیاد دوستش داشته باشی؟ میگی فقط خنده کنه. او را او قدر دوست دارم که اگر قلبم درد بگیره در دلم نگاهش میکنم. دیگه هیچ کس به هم نمیرسن، اما کفایت نمیکنه. ممانعت هایی که در بین تو و عشق تست به هیچ شکل خلاصی نداره. باز میگی که در او صورت درست است، به این مانا که عشقت مجادله میخواه. اگر مجادله کنم به عشق میرسم، اما تو میگی او هم نمیشه. وقتی تو به خاطر رسیدن به عشق دست و پای میزنی، او باطلاقی که نامش جدایی است تو را بیشتر به خودش غرق میکنه. اول که غرق میشی نمیفهمی، یعنی تو خود است عشقت اعلان نمیکنی، نه؟ نافهمیده او را هم روی خود غرق میکنی، از دیگه طرف نمیبینی. وقتی همه چیز میبینی میفهمی که باید بر همیشه دستش ایلا کنی. همین قسم است استاد علی. وقتی میگه بدون او نفس گرفتن نمیتونم،
میتونه آدم برش خداحافظ بگویه. ما امروزی را درک کردم استاد. دوست داشتن واقعی بعضا منصرف شدن است. خداحافظ گفتن است. ای را درک کردم. پیلوت، ببین، تو هر چی را که درک کردی اشتباه درک کردی بیادر. به خاطر که رفتن شامل محبت نمیشه. اگه بتونی منصرف شوی قلبت نه به ایمان است که نفست خواسته او کسی را که میگفتی دوستش دارم. اگه دوستش داشته باشی هیچ وقت منصرف شده نمیتونی. اگه واقعا دوستش داشته باشی پیلوت منصرف نمیشی. منصرف شده نمیتونی. در پیش رویت اگه کوهم باشه حتی در قصهشم نمیشی. بیازو اگه بتونی منصرف شوی او چیزی را که تو حس میکنی محبت نه، هوس نام داره. لعنتی. اویگار، ای بار زیاده روی میکنی. بعد از این دیگه هیچ کس به تو رحم نخواد کرد. ای آخر راست. آخر رای تو است اویگار. آقا کرد، دوست عزیزم، این آماره به تو به خاطر که از خانواده حفاظت میکنی نوشته میکنم. 2 بچه مو دخترم که هنوز تولد نشده پیش تو امانت هستن. متوجه اونا باش. و از توی خواهش کوچک دگام دارم، اگه پیش از آمدن دخترم او را ندیدم از دنیا برم با سرو نام مادر مرحوم مبان، یعنی زینب بان. در امان خدا باشی. اما این قسم نمیشه زینبم. با فرار نمیشه از ترست فرار کنی جانم. باید گپ بزنی. تو باید که پدرت رو برو شوی ازش حقیقت پرسان کنی. امرش باید گپ بزنی جانم. اگه او حقیقت قلب ما به درد بیاره چی؟ باور کو از حال که در قلبت بیشتر به درد نمیاره. روبرو میشیم سینان، روبرو میشیم. به خاطر خودم، به خاطر تو روبرو میشم. نمیترسم. کیف. دوستم، وعده که به تو دادیم کوشش میکنم به او وفا کنم، اما نتانستم اولادای تبا هم یک جا نگاه کنم. زینب، خوش آمدی دخترم. بیا بشینه.
خب زینبم چطور هستی؟ حالا بهتر شدی؟ خوب هستم. ما میخواستم امرت گپ بزنم. البته چرا نه؟ پدر بچه قرار بود کشتی ها رو ببریم دعا بندازیم. کشتی که سفدا خواهر دادم میشه در اونجا بندازیم؟ اما نشد. من محبت ما در قلبم دفن کردم ایرو. از ما پیش تو هم بجز توفیه که به علی جان داده بودم دیگه هیچ خاطره نمانده. از او سعی محافظت کن. 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 البته منظور شمی بود. من چطور نفهمیدم؟ پدر؟ زنده باشی بچه. من زود پس میم، درست است؟ علی چی شده؟ علی باز دی وقت کجا میری؟ از اختطاف شدن خار سینان خبر داری زینب؟ کوشش میکنم اما هنوزم کدام نتیجه به دست نآورده. اگه بخوایی پیداش میدانی. پیداش میکنم، پشتش میگردم. تو با خاطر گفتن همی گپ آمدی؟ بله. نه پدر، در اصل من میخواستم بپرسم که من کی هستم. پدر اصلیتم چیست؟ مادرم کیست؟ من کدام خانواده ندارم. میخواستم بگویم چرا من ایلا کردن. زینب دخترم تو خوب هستی؟ خوب هستم. مشنوم علی. اویگار سفداره با کشتی فرار میده. مطمئن هستی؟ 100% مطمئن هستم. سعیس ما به بندرگاه خبر میتم. سعیس منتظر خبرت هستم. تشویش نکن. بدونی که به ما خبر نتن هیچ کشتی حتی از بندرگاه شورم خورده نمیتونه. اویگار سفداره هیچ جایی برده نمیتونی. ما بعد از این که چند جای زنگ زدم میخوایم که از خانه بیرون برم. اجازه میتی دخترم؟ البته. بیا خانم عزیزم بیا. چند دقیقات میبراییم. با تو چند تا کالا گرفتیم که در آب بپوشی. بیا زو وقتی که در اونجا رسیدیم با دلت خریداری کده میتونی. هرچی کنم یا هرچی بگویم بازم از رفتن منصرف نمیشینی؟ هیچ چیزی مرا از تو منصرف کده نمیتونه سفدا. یک زندگی نو، یک زندگی خوب و خوش را با هم شروع میکنیم بخیر. مرا اینقدر زیاد دوست داری اویگار؟ اونقدر دوست داری که حاضر هستی به خاطرم کل چیز ایلا کنی؟ اینا خیلی چیزام نیستن. من تو را به حد و به اندازه دوست دارم سفدا. یعنی اینقدر دوستم داری؟ محبت تو حتی از نفرت مکد زیاد قویست نی؟ زیاد قوی. از اینکه ایره درک کردی بسیار خوش شدم. شایدم نیاز نباشه بیشتر از اینو تو را درک کنم. شایدم جنگ کردم با تو را ایلا کرده. اجازه بتم که مرا دوست داشته باشی. آه سفدا، اگه یک دفعه ای کارا بتانی باز وقت میفهمی که من تو را چقدر دوست دارم عشقم.
درست است. پس امتحان میکنیم. مرا اشتباه درک نکو، اما این قسم هم نیست که خوشم نامده باشه. مگم این تغییر کردن تو مرا کمی متعجب ساخته سیفدو. چرا؟ نمیتونم قبول کنم که دیگه هیچ چانسی برم نمانده. در صورتی که هر کاری که میکنم بازم از دوست داشتن منصرف نمیشی. خب مام، بجوزی که کوشش کنم سر جلاد عاشق شوم دیگه کاری نمیتونم. چی میشه مرا جلاد نگو. ما سر تو به اندازه که سر نفسم حاکم شده نمیتونم عاشق هستم. هرچی از تیر شویم. گوش کن، من زیاد فکر کردم. بالاخره فهمیدم که نمیتونم از تو فرار کنم ایگار. اگه زندگی برام زهرام شوه کوشش میکنم تو را از این به بعد دوست داشته باشم. تو راست میگی؟ واقعا راست میگم. اما قسمی که خودتم گفتی، لطفا ما کم وقت بده. درست است؟ ما به کم وقت ضرورت دارم. شاید به مرور زمان تو را تو چی میکنی سیفدا؟ صبر سیفدا، چی میکنی؟ قاتل تو میشم ایگار. عجله کو آقا کرد، عجله کو. میشنم. سعید، زود افراد ما اونجا روان کنین. آقا کرد. علی، پیدا کردیم. یک از کدام بندرگاه میرن فهمیدیم مال اونجا را محاصره میکنن. منتظر باش. کدام بندرگاه؟ سعید، هم یالم اونجا میرم. آی پدر، بیرون میرین؟ بله، با نجات سیفدا میریم. بسیار تشکر. ای که چی رپوت میکنی، چی پلان داری، کلش خود فهمیدم. رمزازی چی خواد بود؟ به تنها جایی که تو میری گورستان است ایگار. صبر نکو. ببین هیچ چیزی تغییر نمیکنه. در بیرون نفرای ما هستن. اگه ما با مرامم هیچ چیزی تغییر نمیکنه، هیچ چیزی هم خلاص نمیشه. فهمیدی؟ هیچ چیز خلاص نمیشه. خلاص میشه. کم از کم تو خلاص میشی. نکو. بازی کابوس هم خلاص میشه. نکو سیفدا، نکو. هنوز نرسیدیم آقا کرد. در آستان محاصره شد علی. با کشتی که اویگار میخواست فرار کنه موفق شدن کاپیتانش سر گپ بیارن. در جایی که پد شده آدرسش دادن. در کجاستن؟ همیال موقعیت شبرت روان میکنم. ما همون طرف روان هستیم. صحیح است. انشالله در دوزخ در آتشش بسوزی ایگار. میگم صبر کن. نکو.
بسیار هیجانی هستم سیفدا. ها یک چیز برات بگویم، به خاطر که عشق ما را زنده نگاه کنیم یگان وقت به قسم هیجان ضرورت داریم. تو چه فکر کرده بودی ها؟ فکر کردی که من تحت تاثیر او بازی‌های طفلانیت قرار میگیرم؟ اما در یک موضوع تو حق به جانب هستی، از اینکه مجبور خواهد شدی سر جلاد خود عاشق شوی. اویگار، چی؟ یک مشکل داریم. چی شده؟ دویگو، در صورتی که از من منصرف می شدی، پس چرا مرا فریب دادی؟ چرا از پشتم دویدی؟ چرا کار کردی که سر عشقت باور کنم؟ چرا برای من خیالات ساختی؟ دویگو بشنو چی میگم. نمیشنوم. از اینکه قبلا شنیدیم چی شد؟ هر گپی که گفتی کلش دروغ بود. عشقی که نسبت به من داشتی کلش دروغ بود. گپ ناخ بود. من ناخ باور کردم. دویگو اما یک زود بار منصرف شدی نه؟ ناق میگفتی که به خاطر من مجادله میکنی. من سر تو باور کردم، اما تو از من منصرف شدی. منصرف نشده. منصرف شدی. فهمیدی؟ بیبی، این گوهری که طرف چپم است تا زمانی که استاد نشه من از تو منصرف نمیشم. فهمیدی؟ نمیتونم. ماما قسم. خلاصه تمام راه را پلیس محاصره کرده. حالا چی میکنی؟ چی میکنم؟ البته که فرار میکنم. سیفدار به هیچ کسی نمیمانم. تو هم از اینجا برو، منتظر خبر ما باش. برو. چو باش. برای لکو ایلایم که آدم کسیف. بیا دیگه احمق. ایلایم که من نمیدم. حالا زود باش. حالا ایلایم که بیا را برو. زود چو بیا سیفدار. ایلایم که بالا شو، دای موتر بالا شو. زود شو دیگه، بالا شو. سیفدا، تو چی میکنی آدم کسیف؟ چی میکنی؟ سیفدار از پیش ما گرفتن نمیتونی احمق. گرفتن نمیتونی. علی با آخر راه رسیدی اویگار. با آخر راه. بعد از این دیگه فرار نمیتونی. تو کجا فرار خود کردی؟ چو باش سیفدا. تو کجا فرار میکنی آدم؟ باز میبینی از اینجا ما میریم. برات میگم پرشو. به هر جایی که میری برو گم شو. چرا از من میبرم؟ چرا دفن خواهد کردم؟ ما رو با کشتن میتی سیفدا. پرشو آرام باش. چیزی برنامه ما نیست. تو بیا تو مردی دیگه. تحمل کن سیفدا. تو مردی دیگه اویگار. پرشو دا جایت بشی. آرام باش. این بار دیگه سرت رحم نمی کنم اویگار. این بار دیگه نمی بخشمت. اوه، دنیا وجود داره. یک چیزی بگویم، اینقدر چاقو خوردیم، اینقدر مرمی خوردیم، اما به خدا قسم هیچ کدامش قدر درد نداشته. بار دیگه درد نمیکنه انشالله. بیشتر از این نباید با هم باشیم. او عزیز، پدرم فکر میکنه که جدا شدیم نی؟ حالا اگه ما را ببینه باز خوب نمیشه. ها راست میگی. حالا به خاطر پدرت پوت میبینیم. اگه ما رو ببینه چی خود کرد؟ ها؟ مغزای مرا خب باد نمیکنه نی؟
یکم وقت دیر شوه باز مور قانه می سازم، درست است؟ شب بخیر. به تو. نه ویگار علی لطفاً خدا برسان، علی لطفاً خدا برسان، علی خدا لطفاً برسان. تحمل کن میرسم، نجاتت میدم. علی تو را میکشه احمق، علی تو را میکشه، فهمیدی؟ چوب باش. فرار کردن نمیتونی ویگار، فرار کردن نمیتونی. تا کجا میخوای فرار کنی؟ گفتم چو باش دیگه. ای چی است؟ اینا از کجا پیدا شدن؟ جایی فرار کردن نمیتونی. بیا زود شو دیگه، تیز شو. ایلاکو بیا سیفدا بیا. علی ویگار پیش نبیا احمق، پیش نبیا. علی ویگار هیچ جایی نمانده که فرار بتونی. سیفدار ایلاکو گفتمت که پیش نبیا احمق. ویگار حماقت نکو، اسلحه تا بنداز. نمندازم آقا کرد، نه اسلحه خودم مندازم و نه سیفداره اعلام میکنم. ده او صورت چی خواد کردی ویگار؟ برات عذر میکنم مرا ایلاکو، لطفاً مرا ایلاکو. اگر در اینجا بمارم هر دوی ما یک جای میماریم. برات میگم که پیش نبیا احمق، پیش نبیا. ویگار سیفدار ایلاکو با هم گپ میزنیم، تفاهم میکنیم. چیزی به تفاهم کردن نمانده. اگر ما با آخر را رسیدیم باز خانم خدا گرفته و یک جای میری. ویگار سیفداره از پیش ما گرفته نمیتونی، خانم ما از ما گرفته نمیتونی. ایره به تو اعلان نمیکنم. علی سیفدای طرف چشمایم سلکو. سیفدای علی بدونی که بترسی، بدون ترس. سیفدا تو چی میکنی؟ ای کار کده میتونی سیفدا؟ نه هیچ چیزی نمیکنی. چوب میباشی و در اینجا آرام میباشی، هیچ کاری نکنی سیفدا. همیاله